سلام بچه های افسانه دوستی من و اینک باز فرصت شنیدن افسانه های من فرا رسید. موافق انعنه امروز خواننده صنف دوم مکتب رقم 9 شهر سمرقند فرهناز طالب و مهمان برنامه ماست. مرحمت فرهناز. وطن جان وقت چه زیبا شدی، از همه اعلا شدی، مشهوری دنیا شدی. وطن 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 جان، خانه ای امید من، تو مه و خورشید من، تو راهی اسپید من. وطن 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 جان، مهر تو میزند جوش، دل رو آرد بر خورش، کی کنمد فراموش. وطن 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 جان، لایق تحسین تویی، عالمی رنگین تویی، از همه بهین تویی. وطن 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 جان، مهری تو مهری مادر، هستی با جان برابر، مشتی خواب کرد سیم و زر. وطن 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 جان. آفرین فرهناز. و اینک سر میکنیم به شنیدن افسانه. در یک زمان در یک مکان در یک بیشه‌زار گرگ زندگی میکرد. روز از روزها گرگ خیلی گرسنه ماند و برای یافتن خوراک و جستجوی خوراک برآمد. در راه رفته ایستاده بود که در یک بالای درخت زاغ با بچه هایش زندگی میکرد و دید. گرگ با دمش درخت را پیچانید و چنین نمید که او درخت را از ریشه‌اش میکند. زاغ این را دیده خیلی ترسید و التجا کرد: ای گرگ، درخت رو ریشه کار نکن، بچه هایم می افتند و نابود می شوند. گرگ باشد گفت: نباشد به پس فرو. زاغ کمی به پس فرو آمد. گرگ باشد: نه، پستر فرو گفت. زاغ از بالا کمی باز پستر فرو آمد و به نزد گرگ آمد. گرگ با یک ضرب زاغ را به دهانش گرفت. زاغ گفت: تو مرا نخور، آخر فرزندانم چیکار میکنم؟ یا که به من رخصت ده، من رفته به آنها این را فهمانم که به من منتظر نشوند. گرگ گفت: نه، من به تو باور نمی کنم، تو مرا فریب میدهی. زاغ گفت: خی نباشد خودت به آنها فهمان، زاغ را خوردم گوی. گرگ به زور دهانش را گشاده: زاغ را خوردم گفت. زاغ گفت: آخر آنها نشنیدند، تو بلندتر صدا کن، داد زن. گرگ اکنون دهانش را گشاده داد زدنی بود که یک باره زاغ از دهانش پرید و رفت و به نزد بچه هایش نشست و مسخره آمیز به گرگ نگاه کرد و گفت: احمقت را در جای دیگر کاب. گرگ ناامید شد و ماند. انا بچه های عزیز، زاغ دانا با داناگی خورد از مرگ نجات یافت. با همین افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خواب شیرین آرزومندم. خیر عزیزکان من.